جنگ ایران و عراق یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین جنگ‌های قرن 20 بود. این جنگ در تاریخ 31 شهریور 1359 با حمله نظامی رژیم بعث عراق به ایران آغاز شد و 8 سال به طول انجامید. در آن زمان صدام حسین رئیس جمهور عراق فکر میکرد ایران بعد از انقلاب اسلامی دچار ضعف شده و فرصت مناسبی برای حمله فراهم است. او ادعا میکرد که خوزستان متعلق به عراق است و همچنین تسلط بر اروندرود را به دست بگیرد. با آغاز جنگ ارتش عراق از زمین، هوا و دریا به ایران حمله کرد و چندین شهر مرزی مانند خرمشهر، قصر شیرین و مهران را اشغال کرد. اما مردم ایران از پیر و جوان، زن و مرد با وحدت، ایمان و فداکاری در برابر دشمن ایستادگی کردند. یکی از مهمترین صحنه‌های مقاومت دفاع جانانه مردم خرمشهر بود که 35 روز در برابر ارتش عراق ایستادگی کردند. خرمشهر سرانجام سقوط کرد، اما در عملیات بیت المقدس در خرداد 1361 دوباره به آغوش میهن بازگشت.